شکر رو از سر در کن، با شکر گذاری تو هی حال تو بهتر کن. تو وارث این تختی پس نترس از سختی، پای زندگی وایسا سر میرسه خوشبختی. خب ما مجدد اومدیم لوز برای گرفتن استینز. این سری این استین رو میخواییم برای پنلای دیوار، چون قراره پنلای دیوار رو عوض کنیم و پنلای روشن‌تر بزنیم و بعد از اینکه اون رو نصب کردیم باید استین بزنیم. دو تا هم از این چیزا گرفتیم که با اینا بزنیم. یه چیز جالبی دیده اینه، اولش فکر چی میتونه باشه، بعد ببینید این چقدر جالب، همه چی فکر میکنن. این دستگیره هست واسه سطله، نگاه قشنگ دستگیره سطله، قیمتش $5.98. قیمت این $74 باید باشه. ببینیم اینجا رنگی که میخواییم دادیم بسازن برامون و قیمت اینا کجا بودن؟ اینجا. بله این همونه 74 و 98 75. خیلی قسمت از لوز اگه کد رنگی رو که استفاده میکنیم بدیم برامون میسازن. حالا ما اینجا این مقدار لازم داشتیم که بنز 2 گالون لازم داریم برامون بدیم بسازن و منتظریم که بیاد. Okay, thank you. You're welcome. Hopefully we're done with it. We'll see. Thank you. Have a good day. 2 گالون گرفتیم و میریم که حساب کنیم. کمک نمیخوای؟ اینجا که چقدر شد؟ خب این پنلاییه که گرفتیم برای دیواره داخل. جاکلین داره یه دونشو میاره. خیلی پنلا قطعی خسته نباش، من دارم بگیرم یه دونشو. خب امروز پلنمون اینه که گیمینگ رومو تمیز کنیم. جاکلین مشغوله با پنجره ها رو باز کرده بشوره. جاکلین جان در چه حالی؟ حال خیلی خوبی دارم. پنجره تمیز میشه، گیمینگ روم تمیز میشه. گیمینگ روم تمیز میشه، تمام میشه، مرتبش میکنیم امروز با خودم. نتیجه رو میداریم. کندیم بابا، دستتون درد نکن. سخت بود. 300 تا میکس زدم. این برده که رو دیوار بود پوسیده شده بود اگه یادتون باشه. الان علمی و بابا دارن میکنن تا برده جدید بزنن. اینا من بخیرنه پیچ بخیرنه نه ده پلتاخلو شاید براتون جالب باشه که بدونین دیواره اینجا چجوری ساخته میشه. بالا ببینید توش 8 تا 6 تا ای خوش باش خوش باش.
برمیگردیم ببینیم بعداً يلا چه میکنن. خیلی پوسیده بود به خاطر شرایط هوا با هوای اینجا. اینا اگه سیل نشه میپوسه و قراره که جاشون اینا گذاشته بشه. اینا برده جدیدیه که از هوم دیپو خریداری شده. براتون فیلم نصبش رو هم میگیرم. بیا لالا بیا مامولک رو ببین ببین شبیه مار هستن تمساحه کو اونا سب باید زوم کنم. اینو بگیر. آخه داشتم کار میکردم اونجا. نره تو گاراژ. واو این دیگه از مارمولک گذشته. آره این خونش اینجا بودیم بچه. در به درش کردید. اینا آشغاله؟ نه اینا مال یخچاله. داشتم میشستم. خیلی بزرگه. بابا اون چیزی نیست. مارمولک هست از اینجا تا در. چیزش کنیم. بیا بالا گناه داره اذیتش نکن. بذار من بیا کوچیک. بالا چه رنگی هم داره دهنشو باز میکنه. گناه داشت. برو دیگه نره تو خونه. شب دیگه اگه نمیخوام در اون باز تاسو. باشه میده دیگه درا بازن. خانه خرابش کردین این بچه رو. بچه رو کم کم داره میره بالا. نره بالا. خب یه کاریش کن بره پایین. خیلی عالی. ما زمانی که کابینه گرفتیم این قسمت اینجوری بوده. بهش دست نزدیم اصلا خبر نداریم این پشت چه خبره، آیا رطوبت برده رو خراب کرده یا نه. باید اینا رو بکنیم ببینیم چقدر خاک اومده بالا، چقدر خاک با دیوار تماس داره، اصلا وضعیت برده چیه. من میخوام الان اینا رو بکنم بعد فیلم میگیرم ببینم پشتش چه خبره بهتون نشون میدم. خب برقا رو برداشتم، فیت شده بود به دیوار، نایلون رو کشیدم این ور. ببینید زمین چه کپک زده. به نظر نمیاد برده جز این قسمت آسیب دیده باشه. من کارشناس نیستم، سر در نمیارم خیلی. باید برم صداشون کنم بیان ببینن. اینجا ها رو که با قیر سیل کردن. خوبه؟ خوبه. این نباید عوض شه اینا؟ بایستی یه مقدار بکنیم. آها که برسیم به کانکریت. اونا یه چوبن چیزی. یا کانکریته؟ رو کانکریت انگار چوب زدن. هلو بیا ببین. اینجا؟ آره ولی زیرش کانکریته. آره ولی اینجا رو اگه بخوایم سیمان بکنیم بایستی از این چوب پایین‌تر باشه و یه مقدارم
حالت شیب داشته باشه. وی باشه. وی نه یو. آره. ساید واک میشه. اینو گذاشته که آب از تو این بره، ولی از زیر این میره دیگه. آره زیر ببینید اون کپک از- زده زمین چه قشنگ. فایده ای؟ اصلا مغز ندارن. چقدر سیم می‌ماریم. سیم خیلی زیاده. این وایرها من نمیدونم برای چی میبریم. گذاشت. آخه واسه برق چیز که ببینید این وایر رفته اونجا ها. رفته اونجا. اون وایرای اونجاست. بعد ببینیم به چی ربط داره. کیبلن یا نه اینجا اون چیه پمپ دیگه. بستنش با چیز بستنش؟ این همون پمپه معلومه که چی. آب پای میره میکشه پمپ میزه. این اینه. آره ولی اون تو اتاقی که این معلوم نیست. یعنی آب می اومده میره اون تو بعد پمپ گذاشتن بکشن بیرون. مثل امریکا یه مقدار چاه ها یه پمپ گذاشته از اونجا میره پایین. این اینو اون معلوم نیست اینا چی بودن بستنش. تخته است، آره تخته است. پشتش یعنی کانکریت نیست. زیرشه. زیرش هست. ببین یعنی خونه سرزمین عجایبه ها. هر روز یه چیز در بیاریم ازش. نه کانکریت داره ولی انگار سوراخ کردن. اون چی کانکریت داره؟ بزن برو تا برسی. آره رسیدی. اینو هاش. کجا؟ نه کانکریت پشتشه. آره نه اونجا هست ولی سوراخ چیه؟ ولی اینجا کانکریت شاید. کجا بابا؟ خاک رانش داشته اومده. نه فکر نکنم بابا. اگه اینجا باشه خاکه. کانکریت بود که عالی میشد. بابا پشت. کانکریت بود که نمیذاش یا واقعا خاک بگیره. خب نه بی خیال بودن. خاک رانش داشته. ببین شیب داره. رانش داشته باشه تو اگه چند میدونی. سال؟ 30 سال اینجوریه اینجا. کسی فکر نکرده. معروف باید شد دیگه کانکریت هست یا زیر خونه رو میگی بله بابا یا آره هستش آره نه؟ نه اونجا هست اونا معلومه اونجا. نه زیر خونه هست فاندیشن منتها اطراف خونه اگه ریخته باشن چای حاضره؟ میاد داشتن میمادن چای بخورن و من کشوندم همش تقصیر منه. آخه نگاه کردم دیدم خودم که سررشته ندارم نمیفهمم چیه. بعد بابا دیدم خب بیا یه نظری بده. خیلی خاکه. خاک برای برداشتن دیگه 4 نفری بیل و کلنگی میزنیم میریم نه. پایین. البته کار 4 ما نفره اینا نیست. نه کار دیگه سختیه. کار مگه ما هست. نمیاد بکنه. نه میاد میکنه دیگه. با چرا ما بکنیم؟ نکن دیگه چرا بابا چرا میکنی؟ میخواست ببینه تا کجاست. الان فردا پس فردا بارون میاد اونجا ببین جمع. اگه کانکریت باشه بیخودی چرا اینجا خرج کنیم چیا کنیم؟ کانکریت هست دیگه فقط یه ریتینینگ وال میکنیم که این خاک ریخته خاک رو دیدی؟ دیدی چطور کنترل کردم؟ خیلی خوب گرفت. ارزشکاران یعنی دیگه داشتم ساید واک می‌خوردم نذاریم زمینو. بابا. میتونیم ساید واک بذاریم واسه خودمون بذاریم. فکر نمی‌کنم سایت باک داشته باشه. نه بابا میگه اگه کانکریت داره آردی چه کاری هزینه کنیم خودمون اینجور مثلا صافش کنیم بره پایین. بعدن چی؟ خودمون ساید واک آب میاد کجا میره؟ خودمون ساید واک میذاریم. آب اگه نه بابا میگه ریتینینگ مال میزنیم. ببین هست بله هست بابا. ببین آها منظورشون زیرش بود الوین جان. منظور بابا کنار نبود زیرش ببین. اینجا مال هست فاندیشنه بابا. فاندیشن اومده این بابا فاندیشن این ورش خاکه اگه ببین. نه، بکنیم. خیلی این فقط نیست. اینقدر مال خیلی چیزه نیست. سیمانو که ریخته اونجا رفته از پس زیرش. نیاز داریم ساید واک ولی رو یه بذاریم. 36 اینچی اینقدر بایستی چیز باشه دیگه بابا تا جایی که این درخت ها هستن دیگه. اوکی بریم چایمون یخ کرده. خب بعد از اینکه نه میدونی چی درخت‌ها رو برای ما زدن یه بخشی از چوبا رو خواستیم که برامون بذارن بمونه. من از این ور میرم که زمین فلت تره راحت تر بتونم راه برم.
بالا برم. چند تا؟ 4 تا 6 تا؟ چند تا میشه؟ 1 2 3 4 خوبه؟ برای زمستون کافی نیست ولی 5 با این ریزا 5 تا ایناست. 5 یکی 2 ماهی 1 ماه کمتر. این درختی که زدن لاگای نازکو برامون نگه داشتن که برای زمستونمون اینا رو هیزم کنیم و استفاده کنیم. این نمای بالای خونه است. اینجا یه کورته و دیگه جاده ادامه نداره و ما برنامه‌مون اینه که اینم کابین ماست. برنامه‌مون اینه که از اینجا پله بزنیم به سمت کابین تا زمانی که نیاز به پارکینگ اضافه باشه بتونن بیان توی محدوده پارک کنن و از اینجا از طریق پله ها برن توی کابین. اینقدر خسته کننده بود. این هم شاکتمون شد. میز چای پاور اینقدر میخ اینجا زدن فقط ساعت 10 ما همه ساعت 10 اسپیسه. نیست البته. ساعت چنده؟ ساعت 1:30. ساعت 1:30 اما ما چای لانچمون ساعت 4 میشه دیگه. لانچمون میشه ساعت 4 ولی چای ساعت اینجا 10 و دیگه 1:30 چیه؟ میخوریم. خرما. خرما بابا ببین. اینم خرمای تازه داری. گردوی تازه. گردوی تازه داریم. به 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 به. خب الوینو بابا دارن برده‌ای سایت برده‌ای جدید نصب میکنن. چه گیر برده خب ازی خلاص پنجره خیلی ایهی اینا او دیلم کده لالا بیلیلا دست خود بابا این احمق و شاید این لحظه دبلای لیلا برشون لخیله. امروز صبح که بلند شدیم هوا تقریبا مه‌آلود بود اما این مه نبود، دود بود، دود ناشی از آتش سوزی اطراف. هنوز هم یکم میبینید اینجا هست ولی نسبت به صبح بوی دود کمتر شده.
استنشاق کردید دود رو؟ بله بله لذت بردین بوی چوبو؟ خیلی خیلی خودمون دود برای همین we are in the jungle in the گرفتی؟ woods بوشو گرفت. بوشو گرفتیم خب دیروز این قسمت نبریم اون شیشه رو من باید پاک کنم از اونجا نردبون رو میذارم شیشه رو پاک کنم از حالا من میخواستم اون چیزه رو بکنم تیغه رو بیارم آره اون اونو هم چی بکنیم یا چی رو بکنید؟ بابا یارو هم هم مال استیکر روی شیشه ریل استیت بوده چی بوده نمیدونم چرا اونجا زده اصلا؟ شیشه تبلیغاتی بوده اومده البته زیر پایه میره بابا همه ببین معمولا اینجا میای اینجا میرسه چیز تخته آره بین اینو اونا یه می‌ذاری؟ تکه میبریم واسه همینه اینو گذاشته بودم اینجا بینش رو میذاره بینش و یعنی باید بین اونم این کار رو میکردیم اون کوچیکه نه اینجا مهمه اونجا رو سید میکنم اون پایین هم میذاری نه اون تخته ها؟ کجا؟ دیگه پایین اون پایین؟ چیزه، نه کانکریته. اون کانکریته آخه یه اینجا چون تیکشو گذاشت. چوب بود اونجا چیز بود بستیمش اونجا رو آره اونجا چوب داشته. چی بابا این چیزا رو گذاشتم برای چراغای کریسمس ها نه نه؟ کدوم اونا؟ چسبه؟ هست بابا گذاشته که بدونه کجا تو بای فور هست من بکنم از اون فلزان که چراغا بهش وصل میکنی میخواد میخ بزنه چیز رو به دیوار میخواسته ببینه کجا تو وایپر هست چسب داده. آره خفه کنی نه داره اتفاقا اینو میذارم نگر میدارم. ژاک نمیگه صدای من از روی ویدیو بردار. نه عزیزم اصلا بر نمیداره اینا. خواهش میکنم فانی قشنگ هنم سوتی دادن سوتی خنده داره جک قشنگ. فکر کن برای کریسمس کل اینجا چه قشنگ میشه برای اینجا رو برای کریسمس میخواین چراغونی کنی؟ بله بچی بخشیشو بتونیم خیلی خیلیه آره خب پس ما باید یه فیلم کریسمس هم داشته باشیم برای بنده. داستان ادامه داریم داستان ادامه داره از تزیین داخل و از تزیین آره از تزیین داخل و بیرون. همه چراغای اینجا رو هم انداختیم دور. خب این میز قبلا اینجا بود بین اساسیی بود که روی کابین ما گرفته بودیم. خیلی سطحش خراش داره یه جوری چسبناکه انگار وارنیشی که زدن بلند شده باشه یه جوری نمیشه تمیزش کرد. حس خوبی به آدم نمیده. امروز میخوام اینو سندش کنم بعد نشونتون میدم چی شد. خب این نتیجه کار با سند پیپر 40 سند کردم. الان دیگه میخوام از سند پیپر 80 استفاده کنم که یکم نرمتر و لطیفتر بشه. بعدش از 120 استفاده میکنم. الوین چیکار میکنی؟ وارنش میزنم وارنش چیکار میکنه؟ چی فقط پروتکت میکنه چوبو بعد چون شفافه فقط رنگ خود چوبو در میاره در واقع. آها. بعدش دیگه نیازی نیست کار دیگه ای بکنیم یعنی میتونیم استفاده کنیم از میز؟ نه احتمالا یه دو بار بعد چون سند شده انقدر چوب خشکه به خودش میگیره احتمالا یک دو بار بعد دوباره زد میگیره یعنی جذب میکنه وارنیشو. یکی دو بار باید بزنی باید صبر کنیم تا خوش بشه دوباره بزنیم. بله خیلی خوب. این همون چوب میز قهوه‌ای بیریخته بود که چسبناک بود. پایه هاش هم میزنیم. بزن
رفتیم به بغداد. خب هدیه الوی امیر کلشه مثلا فاصله می‌کنه. Might not together, Baba. وقت خدایی شد برسه. حساب بیمو کرده بودین؟ نه همه چیز نکردیم باید جای برق وایده به شما اون اوکی. این فلیمو خب اوه هدیه علامت اکی باید علامت من توی هدیه مخواهد خواهی خیلی بابا جولی پس علامت O gel, mazdanan gel frame anyway. It's a pity pardon. Lazım da bir pardon. Akşi gel kalmasne kim asıl yerine. Olur ki. Oldu. This is a bit. Oh yeah, I'll just 1/4. This is 1138. $11.25. یا 38 دیات خیلی بود لبابا. کوردر خچو بوشو مین دیا. اوکی. با اون چیزا میزه. خکش. این خکش ماست. این بهترین خکش. الوین. این حالا درستش میکنم. خط سرش درسته. درسته. Sağ ol. اون صاف نیستش این صاف خب این با این بریده نمیشه با اون الوین اون چیز سفرسا یا جیکسا میخوای بیارم؟ جیکسا آره جیکسا یه چسب میزدیم روشو نه اون یکی سفرسا کجاست؟ اونو بیارم؟ اون راحت تره با این نمیشه بخواه برم اونو بیارم بذار اینو ببریم ببینیم کنیم راحت تر
فقط ببینیم یکم باید بیاد پایین. ببریم اینو ببریم. ببین چه دسته گلی به آب دادیم. خوبه. بقیه‌شو تقصیر ما نیست. این کجه. نه زمانی که چیز کردیم و اون رو فشار میداریم ببین یه بار یه فضای داخل رو ببینیم. دیوارای قهوه‌ای تیره رو میخوایم تبدیل کنیم به یه رنگ روشن‌تر. پنل جدیدی که گرفتیم اینا هستن. اینا بیشتر به رنگ زمین میان. بعد از اینکه زمین رو عوض کردیم فکر کردیم پنل روشن‌تر بذاریم که این مدل گرفتیم. تفاوت رنگ اینجا خیلی به چشم. خطه خیلی شلخته. پنل ابعادش خیلی بزرگن و فقط با برش بخوره برای مثل جای پریز برق، جای بیم و آبو اصلا شکله الوین در چه حالی؟ چسب کاری
صبح همگی بخیر. امروز هوا سردتر شده. هوای لانگبار 47 درجه است. هوای ما نزدیک 43 درجه است. صبح شروع کردیم با زدن پنل‌های دیوارا. این اولین پنلیه که هلوین زده. دیروز این پنل‌ها رو بابا زد. جکسون و بابا امروز صبح کار مهمی داشتن رفتن. من و الوین هستیم. الوین مشغوله که این فرم در رو در بیاره تا پنل این قسمت رو هم بزنه. کار من چیه؟ ادامه پراجکت میز و صندلی ها. این صندلی رو سند میکنم، بعد استین میزنم. البته 4 تا صندلیه. اگه یادتون باشه این قسمت خیلی تاریک بود، قسمت نشیمن کابین. ما برای اینکه فضا روشن‌تر بشه پنلا رو تو برنامه‌مون مدوّز کنیم. این که الان می‌بینید همه مثل سایه‌ان چون چراغ‌ها رو خاموش کردیم، دارن کار برقی میکنن. قطع کردیم برق رو، از باتری لامپای باتری استفاده کردیم به خاطر همین سایه میفته. توماس مشغوله چراغ زدن. اسم این چراغا چی بود توماس؟ Ceiling flush mount. Ceiling flush Mount. این مدل لامپا خوبیش اینه که نیاز نداره که بره توی سقف چون خیلی فلته رو قرار میگیره. اما چون این کابین مشکل سیم کشی برق داشت اکثر دیدی یه سیم رفت که چه رخ عقابی گرفت نگاه مثلا خونه رو ساخته. نمیدارم توضیح همو بدم. توماس مجبور میشه که سیم کشی رو کار بکنه چون سیم کشی داخلی نداره. چون بلد نیست چون غیر از این بلد نیست. البته سیمو از بالای پنلا رد کردیم که بعدا اونجا اسمش چیه چی میزنیم؟ مولدینگ میزنیم، بعد سیما کاور میشه. چسب برخه بیا بی پرتقال. از لاک زدن تموم شدم، گفتم یکم پاشم کار کنم سش. الان داری برق چراغ نصب میکنی؟ نگه داشتم. یعنی قسمت برق کاریشو تو نمیکنی؟ نه بابا. چرا؟ کار سنگینی داره میکنی؟ کار سنگین. یعنی حمله چراغ نه؟ نه این سوپروایزره که ما کم فروشی نکنیم. چی نکنی؟ کم فروشی. ببینم یه سوپروایزر. بابا تا باشه از این سوپروایزرهای با کلاس توماس دیگه با لاک میان اول لاک میزنن بعد کار میکنن. سوپروایزر میاد لاک میزنه، میکاپ میکنه و کار برقی میکنه. من کارم من ماتیک میزنم. این سیما استفاده میکنی؟ بله. اونم همین. You're gonna need big wide ones, huh? خط نازه
باید روشن بشه. کدومه؟ Oh, this is for. چپ فکر کنم. Oops. What is that? چپ. What? آها. تومی. Yeah. او مای گاد فنه چرا روشن شد؟ نه نه. رادن اشتباهی چیز کرد. Oh my god تو چرا نداری آیپاد؟ What? بعد جالبه چرا یکی از فنا را افتاد. Just to let you know. آه. آقا بی کرفو تپ کن. نه. میگه هیچی دلم.